از شما دعوت می‌کنیم به سری برنامه‌های دکتر خسرو اسلامی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا در خصوص مهاجرت به آمریکا هر سه شنبه 12 تا 1 بعد از ظهر و هر پنج شنبه 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس از طریق تلویزیون اندیشه توجه فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر خسرو اسلامی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا در خصوص مهاجرت به آمریکا، اخذ گرین کارت از طریق فامیل، از طریق اجازه کار دائم، نامزدی و ازدواج و از طریق سرمایه گذاری، گرفتن انواع ویزا، ویزای نامزدی، تحصیلی و ویزای تجاری، ویزاهای اقامت دراز مدت از طریق کار و مدرک لیسانس، از طریق سرمایه گذاری کوچک و خرید کسب و تجارت و از طریق کار با ثبت شرکت و مدیریت شعبه یک شرکت خارجی در داخل آمریکا، گرفتن تابعیت آمریکا. دفاتر در وست‌وود و وودلند هیلز. 818 883 5510 310 441 5510. سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. برای طبق معمول هر سه شنبه ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس آقای دکتر خسرو اسلامی برنامه ای رو در خصوص مهاجرت به آمریکا تقدیم حضورتون میکنن. موردی که بسیار مورد نیاز هست برای افراد در اقصانقاط دنیا، در ایران، در خود آمریکا هستند. عزیزانی که هنوز مشکلات قانونی دارن برای حضورشون در آمریکا، برای تابعیتشون، و همچنین کسانی هستند که دوست دارن از اروپا به آمریکا بیان. لند آف اپورتونیتی، سرزمین فرصت ها که در واقع میشه گفت آخر دنیاست، که در ارتباط با موارد مختلف محبت میکنن، ما رو مطلع میکنن در زمینه مهاجرت به آمریکا در خصوص گرین کارت از طرق مختلف، انواع ویزا که شامل ویزای نامزدی، تحصیلی و امور تجاری میشه، ویزاهای اقامتی دراز مدت و تابعیت آمریکا. و همچنین خدمتتون بگم دوستانی که حتی موارد و مشکلات قانونی دارن برای سیتیزنشیپ هم اگر به این برنامه توجه کنن اطلاعات خوب و مفیدی رو آقای دکتر خسرو اسلامی در اختیارتون قرار خواهند گذاشت. دو آفیس دارن در منطقه ولی و لس آنجلس. در منطقه ولی با شماره 818 883 5510 و در لس آنجلس 310 441 5510. تلفن رایگانی دارن که شما دوستان عزیزی که در ایران هستید و قصد مهاجرت دارید، تصمیمتون رو گرفتید، میتونید با این شماره تماس بگیرید. شماره 97 11 864 داخلی از شما پرسیده میشه که هست 5507 و در طول برنامه هم پاسخگوی شما عزیزان هستن. میتونید با شماره 818 564 4278 با استودیوی اندیشه تماس بگیرید. یک قطعه کوتاه رو تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر خسرو اسلامی خواهم بود، وکیل مهاجرت به آمریکا. با ما همراه باشید. از شما دعوت می‌کنیم به سری برنامه‌های دکتر خسرو اسلامی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا در خصوص مهاجرت به آمریکا هر سه شنبه 12 تا 1 بعد از ظهر و هر پنج شنبه 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس از طریق تلویزیون اندیشه توجه فرمایید. خب برگشتیم خدمت شما بینندگان عزیز. همطور که خدمتتون عرض کردم شما میتونید تماس بگیرید با استودیوی اندیشه و سوالاتی که در زمینه مهاجرت به آمریکا دارید رو از آقای دکتر خسرو اسلامی وکیل مهاجرت جویا بشید در حال حاضر. و خیر مقدم دارم خدمت آقای دکتر خسرو اسلامی. سپاسگزار که با تمامی گرفتاری هایی که دارن این محبت رو به ما دارن که در زمینه مهاجرت پاسخگوی ما باشن. حال شما چطوره دکتر؟ خیلی متشکرم. خیلی خوشحالم. تشکر. خیلی خوشحال هستم که بار دیگه در خدمت بینندگان عزیز باشیم و اطلاعات بدیم خدمتشون، سوالاشون رو جواب بدیم. و امروز به خصوص من یه سوالی رو میخوام باز مطرح بکنم که ما هر روز مواجه هستیم باش و شاید در هر ساعت باید چندین بار این سوال رو جواب بدیم. چجوری میشه آمد به آمریکا؟ و کلا دو راه، من امیدوارم بتونم یه مقدار این قضیه رو روشن بکنم برای اینکه تلفن‌هایی هم که بعداً میاد بتونیم یه ذره راحت‌تر جوابگو باشیم. کلا دو راه هست که آدم میتونه بیاد به آمریکا. یکی ویزای مهاجرت، یعنی که شخص مهاجرت میکنه به آمریکا و نهایتاً اون چیزی رو میگیره که همه مورد علاقهشون هست، گرین کارت.
و یکی به صورت غیر موقت آدم میاد به آمریکا، به صورت موقت و غیر مهاجر میاد به آمریکا. برای گرفتن گرین کارت فقط و فقط دو راه هست و یکی از طریق فامیله و یکی از طریق کار. و از طریق فامیل هم باز فامیلای دور نیست. خیلی وقتا ما این سوالا میکنیم شما فامیل دارید در آمریکا؟ میگن بله، مثلا دختر دایی، نمیدونم پسر عمو و غیره. یا نوه پسر خاله مادر. بله یا که خیلی نزدیک میشه. بعد باید رابطه فامیلی نزدیک باشه، فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر. اینا که اون گروه‌هایی هستش که توی قانون مهاجرت آمریکا به عنوان رابطه فامیلی ازش اسپرده میشه. بنابراین اگر که خود شما باید بتونید دیگه سوال جواب بدید. اگر رابطه فامیلی نیست، فامیل نزدیک وجود نداره تو آمریکا، راه دیگه راه کاره. از طریق کار شخص گرین کارت بگیره. و یکی از البته در مورد کار، هر وقت که راجع به کار صحبت میکنیم کسی باید کارفرما باشه، پیشنهاد کار بده. و مواردی هستش که شخص میگه خب من فامیل ندارم، کارفرما هم ندارم، حالا تکلیف چیه؟ در این صورت باز از طریق کار شخص میتونه کار را برای خودش به وجود بیاره و در واقع میشه کارفرمای خودش. و برای این اگه کارفرما ندارید نگران نباشید، شما میتونید کار را ایجاد بکنید. چجوری میشه ایجاد کرد؟ با یه سرمایه کوچک و سبک، یا اینکه سرمایه‌های بیشتری که توی قانون در حد 500,000 هست و یا در حد $1,000,000 هست. ولی سرمایه سبک و کوچک ممکنه در حد $100,000 $150,000 شخص یه محل کسب و کاری رو یا تأسیس میکنه از صفر به اصطلاح، یا اینکه یه جایی رو که در حال گردش و فعالیت هست اون رو میخره. بنابراین این راهیه که باز از طریق کار هست ولی خود شخص به وجود میاره و کارفرما میشه و رئیس خودش و میتونه بیاد به آمریکا. خب حالا سوالی که دوستان عزیز دارن اینه که برای ایجاد چنین کاری که خودشون کارفرما بشن چه سرمایه‌ای رو باید در نظر داشته باشن دکتر اسلام؟ ببینید دو راه هست که اصطلاحاً ویزای سرمایه گذاری بهش گفته میشه. یکی در حد $500,000 توی قانون آمده و کمتر نیست، و یکی و همون نوع سرمایه گذاری در حد 1,000,000 هست. تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که در سال کنگره آمریکا 10,000 تا گرین کارت اختصاص داده از طریق سرمایه گذاری $1,000,000، ولی حقیقتا در تاریخ تا حالا این 10,000 تا پر نشده در سال. بنابراین آمدن کانگرس آمده گفته مناطقی هستش که در این مناطق که رشد اقتصادی کمتری دارن تا حد $500,000 هم میشه سرمایه گذاری کرد. و یه نکته‌ای که شاید قابل تذکر باشه اینه که بعضی وقتا به ما زنگ میزنن میگن ما به صورت فامیلی یا به صورت شراکتی میخوایم این کار رو انجام بدیم، آیا انجام شدنی هست؟ بله. اگر کسب محل کسبی باشه که ارزشش $1,500,000 هست، 3 نفر میتونن که هر کدوم حداقل $500,000 رو سرمایه گذاری بکنن و هر کدوم صاحب گرین کارت میشن، خودشون و خانوادهشون با بچه‌های زیر 21 سال البته. یعنی حتما این مسئله مهمی که بدونن فرزندان زیر 21 سال این امکان براشون وجود داره. در نتیجه اگر قصد دارید در حال برنامه‌ریزی هستید توجه داشته باشید که اگر فرزندتون نزدیک دارن میشن به 21 سال احتمالش هستش که شاید به موقع کارتون انجام نشه، اون فرزند نتونه بگیره، و یا اگر موقعیتی هستید که هنوز فاصله هست تا 21 سالگی، بهتره که هرچه زودتر اقدام بکنید برای این کار. اما موردی که مطرح هست دکتر اسلامی، تفاوت بین در واقع ویزای سرمایه گذاری است E2 و EB5 با هم دیگه، که هر کدوم از اینها چه نتیجه‌ای رو به بار میاره و در واقع مثلا خب من میدونم یکی از اینها هزینه کمتری باید پرداخت کنن ولی ختم به گرین کارت نمیشه. درسته. فقط در واقع ویزای کار هست. درسته. سپاسگزار میشم اینو لطف کنین توضیح بدید. ببینید مثل هر چیز دیگری در زندگی هر ارزش خودش رو داره. نوع ویزا هم همینطور هست. ویزای EB5 یا $500,000 گرین کارت هست برای همه خانواده و طبیعتا خب ارزش بالایی هست. در این حال ویزای E2 با مبلغ خیلی کمتری میشه این کار رو انجام داد و برای باز خانواده هست، فرزندان زیر 21 سال هست
و در این مورد باز همسر و اون شخصی که داره سرمایه گذاری میکنه هر دو ویزا را خواهند گرفت. در شروع کار برای 2 سال هست و بعد این رو میشه حتی مادام العمر رنیوش کرد و تجدیدش کرد تا اینکه راه حل دیگری پیدا بشه و نهایتا منجر به اقامت دائم بشه. به هر حال پاشون به آمریکا میرسه و توسط این میتونن حتی کسب و کاری داشته باشن. من شنیدم که میشه بیزنس های کوچک رو خرید و ایجاد کار کرد و این خودش در واقع باعث همون تجدید و دادن ویزای E2 میشه به افراد. دقیقاً میتونه به عنوان مثال یک دهن مغازه آدم بگیره، از صفر شروع کنه، اجاره نامچه تهیه میشه، بعد شروع میکنن لوازم به هر حال اون کسب و کار هرچی که هست. اگه فرض کنید گل فروشی قراره شخص تأسیس بکنه، خب باید یخچال خرید طبیعتاً. اگر که بیکری، نمیدونم شیرینی فروشیه یا هرچی که هست، اون لوازم مخصوص اون کار، اون حرفه، اون اشتغال رو باید تهیه کرد. کاری که بعد نهایتا انجام میشه همه این کاغذها رو باید ارائه کرد به حالا چه اداره مهاجرت در داخل آمریکا یا به کنسولگری در خارج از آمریکا و نشون داد که شخص حقیقتا این نیت رو داره که بیاد به آمریکا و کسب و کاری رو انجام بده. صرفا با نشون دادن پول این کار شدنی نیست و اینی که شخص به کنسول بگه آقای کنسول من $200,000 گذاشتم توی جیبم میخوام برم آمریکا و قصد دارم که برم یه کاری بکنم. متاسفانه به این صورت با ویزای E2 انجام شدنی نیست، ولی ویزای B2 100% شخص به صورت توریستی میتونه بیاد و گردش کنه و چه بهتر از این که خب با ویزای توریستی بیان و ببینن دنیا رو. و B2 یعنی ویزایی است که شخص قصد سرمایه گذاری در آمریکا رو داره دکتر اسلامی؟ چون وقتی شما میخواین ویزای E2 بگیرین قبلش میتونید یه دید و بازدیدی داشته باشید به آمریکا. آیا این همون ویزاست؟ بله، ویزای B1 یا B2 هر دو توی یه گروهه. B2 صرفاً برای گردش کردن، البته B1 برای کار هست. شخص به عنوان مثال کسی برای کنفرانس اگه میاد، سمینار میاد، برای نمایشگاه میاد، میتونه با ویزای B1 بیاد. در نهایت میتونه بیاد نگاه کنه، گردش کنه، کسب و کاری رو نگاه کنه و اگر قصد دارن بخرن، تهیه کنن، هر برنامه‌ای که هست. و نکته در اینه که اگر در داخل آمریکا تصمیم میگیرن میتونن اینجا این برنامه انجام بشه، پرونده اینجا تشکیل میشه و ارائه میشه به اداره مهاجرت آمریکا و کلا یه مقداری راحت‌تر، تسهیلات بیشتری هست با اداره مهاجرت در داخل آمریکا تا با کنسولگری که در خارج از آمریکا هست و در یک کشور غریبه. 100%. حالا سوالی که پیش میاد اگر دوست عزیزی به عنوان ویزای توریستی بیان وارد آمریکا بشن و بعد بخوان اون رو تبدیل بکنن به ویزای کار یا همین ویزای E2، آیا باید از آمریکا خارج بشن دکتر اسلامی یا میتونن در داخل آمریکا بمونن؟ ببخشید کنجکاوی منو ها، چون به هر حال دوست داریم بدونیم که داستان از چه قراره. 100%. بعد در اول صحبت گفتم راههای آمدن به آمریکا یکی ویزای مهاجرت و یا اقامت دائم هست و یکی ویزاهای غیر مهاجر. طبیعتاً ویزاهای مهاجر محدودیت زیادی داره، یا از طریق فامیلیه یا از طریق کاره، شاید برای هم امکانش نباشه یا رابطه فامیلی وجود نداشته باشه. ولی حسن قضیه اینه که ویزای غیر مهاجر یا ویزاهای موقت یه چیزی نزدیک 35 تا ویزای غیر مهاجر داریم و تمام حروف الفبا تقریبا میشه از A تا Z ویزا هست. اخیراً 2 هفته پیش لایحه پیشنهادی به مجلس ارائه شد که ممکنه ویزای به W رو ازش استفاده بکنن برای کسانی که به صورت غیرقانونی در آمریکا به سر میبرن. چه هست این ویزای W؟ ویزای W برای کسانی که به صورت غیرقانونی یا به صورت بدون داشتن مدارک قانونی در حقیقت در آمریکا به سر میبرن. حالا یا اینی که به صورت غیرقانونی وارد آمریکا شدن یا اینی که قانونی وارد شدن ولی اقامت قانونیشون تموم شده و همینطور موندن. حالا ممکنه 6 ماه باشه یا 10 سال یا مواردی رو من دیدم که بیشتر از 20 سال است که شخص در آمریکا هست و اجازه قانونی ندارن، اجازه قانونی اقامت و کار. بنابراین کسانی که با ما تماس میگیرن توجه داشته باشید، شما ممکنه یکی از این راههای ویزای غیر مهاجر رو بتونید استفاده کنید.
من چند تا مثال بزنم برای اینکه این مقدار قضیه روشن بشه. به عنوان مثال ویزای دانشجویی هست. شخص میتونه بیاد با ویزای توریستی بعد تبدیل کنه به ویزای دانشجویی، یا ویزای فرض کنید ویزای هست به اسم او برای کسانی که توی کارهای هنری فعالیت دارن. اگه کسی به عنوان خواننده یا برای انجام کنسرت میخوان بیان به آمریکا، طبیعتاً شخص شناخته شده باشه دیگه قاعدتاً، نه دکتر؟ بله دقیقاً، باید که یه مقدار شهرتی وجود داشته باشه، فعالیت‌هایی کرده باشه، جای اسمش به چاپ رسیده باشه. بله، بیشتر از اداره مهاجرت میگه بیشتر از حد نشنال یا به اصطلاح در مملکت خودش همه، خب هر کسی ممکنه که شهرتی داشته باشه. یه مقداری شهرت از اون مملکت خارج هم رفته باشه و طبیعتا مدارکی هم لازمه برای این کار. اگه شخص جای دیگری غیر از ایران مثلا کنسرتی داشتن، یا کسانی که ورزشکار هستن با ویزای پی میتونن بیان داخل آمریکا برای انجام مسابقات ورزشی، یا فرض کنید کسانی هستن که میان دوست دارن بیان اینجا مثلا باشگاه‌های ورزشی تأسیس بکنن، خودشون میتونن با ویزای پی وارد بشن. همینطور ویزای اچ که برای کار هست. یه نکته که شما قبل از شروع برنامه راجبش صحبت می‌کردیم، ویزای اچ برای کسانی هستش که در درجه اول لیسانس دانشگاه دارن، ولی در این حال کسانی که مدل هستن و از توی این به هر حال کار و حرفه هستن هم میتونن با ویزای H1 بیان داخل آمریکا. بنابراین اگه کسانی هستن که شامل حالشون میشه توی این قضیه فعالیت داشتن، میتونن به ویزای H1 فکر بکنن. همینطور ویزای L1 هست که اگر توی شعبه در یک کشور دیگه، خیلی کسا هستن که به عنوان مثال در دبی فعالیت میکنن، کار میکنن، برای شرکتی کار میکنن. اون شرکت اگر شعبه داره در آمریکا یا میتونه شعبه رو تأسیس بکنه، اون شخصی که داره برای اون شرکت کار میکنه خارج از آمریکا میتونن بیان به آمریکا و ویزای L داشته باشن که ویزای کار میشه به نوعی خودش. ویزای کار هست. بله. و در نهال ویزای K هست، ویزای نامزدی معروف. کی ویزای نامزدی. ویزای K1 ویزای K هست، ویزای K2 هست و همینطور ویزای K3 داریم. یه مورد خاصیه توی قانون که کسانی که ازدواج کردن میتونن از ویزای K3 استفاده بکنن که یه حالت‌های از ویزای نامزدی داره و دلیلی که ویزای نامزدی چون ویزای غیر مهاجره، در نتیجه یه مقدار زیادی راحت‌تره، تحصیلات بیشتریه و خیلی سریع‌تر هست. بنابراین اگه کسانی هستن که ازدواج کردن برای خیلی عجله دارن که بیان به آمریکا، میتونن از ویزای K3 استفاده بکنن. و همینطور ویزای K4 اگر اون شخصی که بچه داشته باشه، فرزندی دارن که زیر 21 سال باشه، باز میتونن ویزای K4 بگیرن. بنابراین ویزای K1 داریم، K2، K3، K4 و باید که همه این راه ها رو بهش توجه داشت، آگاهی پیدا کرد و بسیار ممنون دکتر. من اسم اینا رو اولین بار بعضی‌هاشو میشنوم و سپاسگزار از این توضیحاتی که به صورت دیتیل و جزئیاتش رو مطرح میکنید برای ما. واقعا قابل سپاس هست، سپاسگزارتون هستیم. و دوستان عزیزی من میبینم که روی خط هستن، همچنان سوژه های بسیار زیادی هست که دکتر اسلامی میخوان در موردش صحبت کنن، ولی من میدونم بسیاری از شما عزیزان از راه های دور تماس میگیرید و اگر موافق باشید در خدمتشون باشیم. فقط یادآور بشم دوستان عزیز، شما که در ایران هستید میتونید به صورت رایگان با دفاتر آقای دکتر خسرو اسلامی وکیل مهاجرت با آمریکا تماس بگیرید. شماره 97 11 864 که از شما داخلی پرسیده میشه، داخلی 5507. یادآوری کنم خدمتون که هزینه به شما در واقع تعلق نمیگیره برای تماس گرفتن با آمریکا. این شماره است که شما میتونید وصل بشید مستقیم به دفاتر آقای دکتر خسرو اسلامی، ولی یادتون باشه تفاوت ساعت رو در نظر بگیرید. در حال حاضر به طور مثال 12 و 20 دقیقه ظهر ماست الانی که برنامه لایو رو تقدیمتون میکنیم، در نتیجه شما ساعتون بسیار متفاوته و ساعت کاری رو در نظر بگیرید. و اما عزیزانی که باز در ایران هستن، در آمریکا هستن، مشکلات قانونی دارن از لحاظ مهاجرت، گرین کارتشون دچار مشکل شده، سالیانی است پروندهشون به تعویق افتاده یا در مورد سیتیزنشیپ مشکل دارن، همه اینها امکان پذیره که مراجعه بکنید به آقای دکتر خسرو اسلامی و دفاترشون با شماره 818
883 55 10 و 310 441 55 10 میتونید تماس بگیرید. شماره استودیو 818 564 42 728. و اگر اجازه بدید بریم به خطوط بپردازیم. میریم به خط اول و سپاسگزار میشم دوستان عزیز سوالاتشون رو کوتاه بفرمایند که بتونیم همه خطوط رو بهشون برسیم. تشریف دارید بیننده عزیز؟ الو. خب دوستمون خیلی معطل شدن. جانم بفرمایید بیننده عزیز، روی خط هستید. جانم بفرمایید. بفرمایید بیننده عزیز، روی خط هستید. دوستان خیلی گویا معطل شدن، یه 20 دقیقه است. جانم تشریف دارین شما؟ جانم بفرمایید، روی خط هستین. سلام خانم. سلام، مرسی از شما. بفرمایید جانم. من از ایران زنگ میزنم. یه سوال داشتم از خدمت آقای دکتر. خواهش میکنم بفرمایید. به شما عرض کنم. صدای شما رو میشنوم و لطف کنید سوالتون رو بفرمایید. عرضم بزرگتون من گرین کارت آمریکا رو دارم و تمام خانواده‌ام در آمریکا ماساچوست زندگی میکنن. ولی من به دلایلی که باید تو ایران این مقدار کارهای دارم انجام میدم، من این تراول داکیومنت گرفتم و تا آپریل 14 آپریل 2014 این اعتبار داره و من فکر میکنم برای سال آینده باید دوباره اینو تمدید کنم. آیا میخواستم ببینم میتونم تمدید کنم؟ از چه زمانی باید اقدام کنم برای تمدید این قضیه؟ فقط سوالی که هست، الان شما چند وقته که ایرانید؟ مسئله مهمی نیست دکتر؟ و چون خوشبختانه ایشون پاسپورت یا ری انتری پرمیت هم دیگه خودشون گفتن ری انتری پرمیت دارن تا 2 سال حتی میتونن خارج از آمریکا باشن. خوشبختانه در غیر این صورت از نظر قانون اداره مهاجرت اگر شخصی بیشتر از 1 سال از آمریکا بیرون باشه، فرض بر اینه که اقامتش رو در واقع ول کرده و موقع برگشت به آمریکا ممکنه دچار مشکل بشن، ولی تنها چیزی که میتونه این قضیه رو نجات بده همون داشتن اون ری انتری پرمیت هست، اون کتابچه پاسپورت هست و شما میتونید طبیعتاً تا سال اپریل سال آینده قبل از اینکه اعتبارش تمام بشه اون کتابچه‌تون وارد آمریکا بشید و همونطور که خب قبلا هم این کار رو انجام دادید باید انگشت‌نگاری بشید، دوباره بخواید اقدام بکنید و معمولاً میتونید بین حدوداً 3 تا 4 ماه زودتر انجام بدید اون تقاضاتون رو ارائه کنید به اداره مهاجرت، برای اینکه حدوداً بسته به اینکه حالا چه موقع از سال باشه بعضی وقتا 2 ماه یا تا 4 ماه ممکنه طول بکشه. سوال آخرتون این بود که چند بار میتونید این کار رو انجام بدید؟ حداقل 2 بار چون 2 تا 2 سال اعتبار داره، میشه حدوداً 4 سال یا 4 سال خورده احتمالاً نزدیک میشید به موقعی که بخواید سیزن بشید. و دیگه انشالله سیزن خواهید شد. ری انتری در واقع همون پاسپورت سفید هست. بله، ری انتری در واقع همونطور که از اسمش مشخص میشه بازگشت دوباره. بله، ورقه یک سندی هستش که اجازه میده که شخص بعد از خروج از آمریکا بتونه به آمریکا برگرده. لزوما البته چیزی که اداره تاکید میکنه که داشتن این به این مفهوم نیستش که شخص بتونه داخل آمریکا بشه، ولی حداقل میتونه به مرز آمریکا بیاد، مثل ویزا میمونه. یعنی ویزا یعنی اجازه و بعد از آمدن به آمریکا و به مرز آمریکا اون موقع باز باید تصمیم بگیرن که شخص میتونه وارد بشه یا نه. به عنوان مثال اگر کسی رفته خارج از آمریکا مثلا جرم جنایی اتفاق افتاده باشه، موقع برگشت ممکنه دچار مشکل بشه. بسیار ممنون. اگر موافق باشید به خط دیگری بپردازیم. جانم بفرمایید بیننده عزیز، روی خط هستید، تشریف دارین؟ جناب خانم آقای عزیز مرسی، بفرمایید سوالتون رو. برنامه قبل مادون تماس گرفت. خط بعد رو پاسخ میدیم. دوست عزیزی است که شیطنت های بیمورد میکنن. جانم بفرمایید بیننده عزیز، روی خط هستید. سلام به شما، بفرمایید. مرسی، متشکرم. دکتر خسرو اسلامی صحبت کنم. تشریف دارن، صدای شما رو میشنوم، بفرمایید. بعد ببینید من پاسپورت دارم، میخواستم پاسپورتم رو عوض کنم، یعنی جدید بگیرم. بعد گفتن که داخل کشور در اینترنت نوشته شده من ایران هستم، در داخل کشور 10 ساله عوض میکنن، ولی در خارج از کشور 2 ساله. چرا اینجوری شده نمیدونم. میخواستم ازتون سوال کنم چرا؟ و حقیقت داره که داخل کشور 10 ساله هست و خارج از کشور
10 ساله هست، 2 ساله هست. حدس میزنم شما راجع به پاسپورت آمریکایی صحبت میکنید، درسته؟ صداشون نمیاد؟ در مورد پاسپورت آمریکایی شما صحبت میکنید خانم؟ بله. بله. اوکی. نه عزیزم، همچین چیزی وجود نداره خوشبختانه، یا به هر حال همچنان 10 ساله است. حتی اگر شما پاسپورتتون رو گم بکنید در ایران هم بخواید برید ایران، که البته یا در ایران هم بخواید اقدام بکنید که معمولا البته یه ذره سخت‌تره، ولی باید به کشورهای همجوار برید، باز پاسپورت از در داخل آمریکا صادر میشه و بعد با پستون رو براتون خواهند فرستاد یا به اون کنسولگری که اقدام کردید میاد. و همچنان 10 ساله است. 10 ساله است. سپاسگزارم. بریم به خط دیگری. جانم بفرمایید بیننده عزیز. تشریف دارین؟ دوست عزیز؟ خب گویا روی خط موندن. خب دکتر اسلامی، پس اینطور که مشخص شد، من جمله برای کسانی که میخوان بیان به عنوان آمدن ویزا و گرفتن ویزا برای دیدار خانواده، این بعد خانواده نزدیک باشه. حالا اگر دوست عزیزی اون سرمایه کافی رو نداشتن و خانواده نزدیک هم نداشتن، آیا راهی وجود داره؟ بله، باید اون موقع توجه داشت به ویزاهای غیر مهاجر که گفتم خدمتون تعدادش خیلی زیاد هست. به این دلیله که وقتی که دوستان بینندگان عزیز به ما زنگ میزنن، ما نمیتونیم خیلی سریع جواب بدیم، که چون باید مستلزم اینه که شما همه شرح حال زندگی شخص رو بدونید، سوالات زیادی باید بکنید راجع به وضعیت ازدواجشون، راجع به تحصیلشون، راجع به رابطه فامیلیشون در آمریکا، راجع به فنشون، هنرشون و غیره. اینه که خیلی از دوستان وقتی تماس میگیرید میتونید که ایمیلتون رو به ما بدید اگر امکانش باشه، که بتونیم به صورت با کامپیوتر باهاتون مکاتبه داشته باشیم و اطلاعات بفرستیم خدمتتون، که همه راههای وارد شدن یا آمدن به آمریکا رو بتونیم سریعتر توضیح بدیم و بعد اگر جزئیات بیشتری بخواید بدونید ما باز هم در خدمتتون هستیم. مهم اینه که شخص واقعا بخواد و اون عزم راسخ رو داشته باشه. بسیاری از ایرانیانی که در حال حاضر در خارج از کشور یا در آمریکا دارن زندگی میکنن، اون عزم راسخ رو داشتن، اول خواستن، مهاجرت رو جدی گرفتن و راهی برای اونها پیدا شده. هر کس و هر شخصی به یک طریقی آمده، به طرق قانونی امکان پذیر هست. مهم اینه که شما با یک شخص زبده و با یک وکیل آگاه تماس بگیرید و اون شخص شما رو راهنمایی درست بکنه که شما بتونید کار مهاجرتتون رو در اسرع وقت انجام بدید. ولی مهم اول از همه خود شماست و اون تصمیمی که میگیرید، تصمیمی که مهاجرت رو بخواید انجام بدید. و اما تلفن آقای دکتر خسرو اسلامی رو خدمتتون عرض میکنم: 818 883 5510 و 310 441 5510 که دفاتر ولی و لس آنجلس. شما بینندگان عزیزی که در ایران هستید، به صورت رایگان میتونید تماس بگیرید از ایران با آمریکا با شماره 97 11 864. داخلی از شما پرسیده میشه، داخلی 5507 رو بزنید برای اینکه وصل بشه. اگر موافق باشید خط دیگه ای رو پاسخ بدیم و بعد بریم به سوی یک بریک کوتاه. جانم بیننده عزیز بفرمایید. بله صدای شما رو میشنوم، بفرمایید سوالتون رو. خواهش میکنم. من در مورد بیزنس $1,000,000 میخواستم با ایشون صحبت کنم. EB5 سرمایه‌گذاری $1,000,000. بله. یعنی شخصی در این پروژه ها. میخواستم ببینم شرایطش چی کار باید کرد. بسیارم ممنون. دوست دارید از تلویزیون جواب رو دریافت بکنید و بعد هم با آفیس ایشون تماس بگیرید؟ خواهش میکنم. من شماره ها رو خدمتون اعلام میکنم که خدمتون بگم که لطف کنین، شرمنده از شما تماس بگیریم باشون با 818 883 5510 و 310 441 5510. شماره که اگر در ایران هستید 97 11 864 شماره رایگان هست که میتونید با داخلی 5507 تماس بگیرید. در خدمتتونم دکتر. خیلی متشکرم. در مورد ویزای سرمایه‌گذاری $1,000,000 قضیه خیلی مشخص و رو راست. در حقیقت شما هر جای آمریکا میتونید یک محل کسب و کاری رو که
ارزشش 1 میلیون باشه حداقل، طبیعتا ممکنه خیلی بیشتر باشه، شما این رو میخرید و خیلی مواقع ممکنه کسب و کاری باشه که در اون به اون صورت رونقی نداره وقتی شما این رو میخرید، ولی شرطش اینه که در ظرف 2 سال شما بتونید اینو یه مقداری بهبود بدید به اوضاع و نهایتا بعد از اتمام 2 سال شما این شرط قانونی وجود داره که شما باید که 10 تا کار ایجاد بکنید که 10 نفر که گرین کارت دارن یا سیتیزن آمریکا هستن اینا بتونن شاغل بشن توی اون کسب و کاری که شما برها تأسیس کردید. و یه نکته دیگه اینه که خود شخصی که داره سرمایه گذاری میکنه باید مدیر و مسئول باشه و اداره کنه این بیزنس رو و حالا ممکنه در تحت شرایطی مدیریتی بذارن به کس دیگری بدن این رو، ولی خود شخص باید که نظارت داشته باشه. و حسن قضیه اینه که خب البته میتونه هر جای آمریکا باشه، هر بیزنسی باشه، حدوداً البته باز یه شرایطی هست. به عنوان مثال خیلی به ما زنگ میزنن این سوال دارن که من میتونم آیا مثلا چند دستگاه آپارتمان بخرم؟ بله شما ممکنه که 10 یونیتی 10 واحدی بگیرید مثلا 1 میلیون یا 1 میلیون خورده ای، ولی این از نظر اداره مهاجرت بیزنس اکتیو فعال حساب نمیشه. چرا؟ برای اینکه شما امکانش خیلی کمه که شما بتونید 10 نفر رو بخواید بذارید سر کار. شما فوقش برای 10 واحد یه مدیر داشته باشید که اجاره رو جمع بکنه، بیشتر از این دیگه کار زیادتری نیستش. حالا یا فرض کنید که 1 نفر یا 2 نفر که بتونن که مینتیننس رو برسن به ساختمون و غیره و غیره. بنابراین نه، جواب اینه که خریدن آپارتمان این راه حل مناسبی نیست. باید بیزنسی باشه که در گردش باشه، مثلا به عنوان مثال رستوران باشه یا هر بیزنس دیگری که بتونه 10 نفر رو شاغل نگه داره. و آیا اون 10 نفری که ایجاد شغل میشه براشون میتونن از خانواده این شخص باشن یا افراد آشنا و نزدیک باشن یا اینکه نه؟ لزوما محدودیتی وجود نداره که حتما کسانی که روی به اصطلاح پیرول هستن فامیلی، رابطه فامیلی داشته باشن یا نداشته باشن، همچین چیزی نیستش. به هر حال از اگر که کار واقعی هست و وجود داره و حقوقی پرداخت میشه طبق ضوابط اداره کار، هر کسی میتونه شاغل باشه. بسیارم ممنون از توضیحتون. دوستان عزیزی که در ایران هستید میتونید با شماره رایگان 97 11 864 تماس بگیرید. این شماره وصل میشه به آفیس هایی که در ولی و لس آنجلس آقای دکتر خسرو اسلامی دارن، وکیل مهاجرت. از شما یک کد داخلی پرسیده میشه، 5507 رو بزنید برای وصل شدن. فراموش نکنید تفاوت ساعت رو که ساعت کاری آمریکا محسوب بشه. سپاسگزارتون. اگه موافقید بریم به یک اعلام برنامه و یک آگهی کوتاه بپردازیم در ارتباط با خدماتی که آقای دکتر اسلامی ارائه میکنن. برمیگردیم و پاسخگوی شما بینندگان عزیز خواهیم بود. با ما همراه باشید. از شما دعوت می‌کنیم به سری برنامه‌های دکتر خسرو اسلامی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا در خصوص مهاجرت به آمریکا، هر سه شنبه 12 تا 1 بعد از ظهر و هر پنج شنبه 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس از طریق تلویزیون اندیشه توجه فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر خسرو اسلامی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا در خصوص مهاجرت به آمریکا، اخذ گرین کارت از طریق فامیل، از طریق اجازه کار دائم، نامزدی و ازدواج و از طریق سرمایه گذاری، گرفتن انواع ویزا، ویزای نامزدی، تحصیلی و ویزای تجاری، ویزاهای اقامت دراز مدت از طریق کار و مدرک لیسانس، از طریق سرمایه گذاری کوچک و خرید کسب و تجارت و از طریق کار با ثبت شرکت و مدیریت شعبه یک شرکت خارجی در داخل آمریکا، گرفتن تابعیت آمریکا. دفاتر در وست‌وود و وودلند هیلز. 818 883 5510 310 441 5510. برگشتیم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. تلفن استودیو رو خدمتتون عرض میکنم 818
564 42 78. آقای دکتر خسرو اسلامی برنامه خودشون رو در خصوص مهاجرت تقدیمتون میکنن. دفاتری دارن در ولی و لس آنجلس. میتونید با 818 883 5510 و 310 441 5510 تماس بگیرید. چنانچه موافق باشید به خطوط دیگر بپردازیم و سوالات بینندگان عزیزم. بفرمایید، روی خط هستید بیننده عزیز. تشریف دارید؟ سلام به شما، بفرمایید سوالتون رو. ببخشید، من پسرم 24 سالشه و مهندس عمرانم هست. بعد میخواستم ببینم بهترین کار اینه که از طریق ویزای توریستی بیاد یا ویزای کار. البته ما این امکانم داریم چون یه نفر دایی پسر من اونور کارخونه داره. میخواستم ببینم کدام روش بهتره برای اینکه بیاد آمریکا. بله، بسیارم ممنون دکتر اسلامی. دو نکته مهم از اینکه خب ویزای توریستی رو همیشه میشه اقدام کرد، ولی ویزای کار شاید اطلاع داشته باشید در سال اولا سهمیه داره 65,000 تا، دوما اینکه روز اول اپریل میشه تقاضاها رو داد به اداره و امسال به خاطر اینکه اوضاع اقتصادی خیلی تغییر کرده بود یعنی بهتر شده ولی نه برای کسانی که میخوان اجازه کار یا ویزای H1 بگیرن، به خاطر اینکه سهمیه 65,000 تا متاسفانه همون روز اول تموم شد، در حالی که پارسال تا اواسط ماه جون ادامه داشت و سال قبل تا حتی ماه نوامبر این 65,000 تا تمام نشده بود. بنابراین اگر مسئله هستش که شخص باید به زودی بیاد به آمریکا، خب طبیعتا باید برن سراغ ویزای توریستی. ویزای کار البته خب اگر در صورتی که همه چی مرتب باشه از نظر ضوابطی که اداره داره، یه حالت اطمینان بیشتری هست به نظر من البته، چون ویزای توریستی یه مقدار زیادی بستگی به نظر کنسول داره که آیا ویزا رو تایید بکنه یا نکنه، ولی ویزای کار معمولاً یا در واقع باید گفت همیشه در داخل آمریکا اداره مهاجرت هست که اون رو بررسی میکنه و تایید میکنه و در واقع فقط اون ورقه تاییدیه است که ما پست میکنیم، معمولاً مثلا فرض کنید با فدرال اکسپرس، و شخص اون رو میگیره و میره برای کنسولگری و معمولاً دیگه کنسول نظر خاصی نداره روی اون ویزا، چون اوردی اپروف شده هست و تایید شده از نظر اداره مهاجرت آمریکا. ولی نکته مهم دیگه در مورد ویزای کار داشتن کارفرماست و نکته دیگه داشتن 4 سال تحصیل یا معادل 4 سال تحصیل دانشگاهی هستش که پسر شما دارن، مهندس عمران هستن، بنابراین فقط مسئله اینه که باید که کارفرما داشته باشن که ظاهرا اون هم یکی از اقوام هست. نکته دیگه اینه که باید اون کاری که هست که اون کارفرما داره در رابطه با تحصیل و مدرک شخص باشه. بنابراین این اگر این شرایط وجود داشته باشه احتمالش خیلی زیاده که شخص بتونه ویزای کار را بگیره. بسیارم متشکرم، ممنون. پس دوست عزیز تماس بگیرید به دفاتر آقای دکتر خسرو اسلامی که اطلاعات بیشتر رو به شما ارائه بکنن. شماره تلفن ها رو خدمتتون عرض میکنم 818 883 5510 و شماره دیگر 310 441 5510 هست. بینندگان عزیزی که در ایران هستید میتونید با شماره رایگان 97 11 864 تماس بگیرید. داخلی از شما پرسیده میشه 5507 این تلفن وصل میشه یا این شماره به شماره های دفاتر لس آنجلس و شما هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنید برای تماس با آمریکا. اگر موافق باشید به خط دیگر بپردازیم و سوال بیننده دیگر. بیننده عزیز تشریف دارین؟ سلام. سلام، بفرمایید جناب. خسته نباشید. من خواستم دکتر اسلامی خواستم صحبت کنم. بفرمایید. بله بفرمایید سوالتون رو. خسته نباشید. مرسی. میخواستم عرض کنم خدمت من حدوداً $400,000 پول دارم. بعد اینکه به چه شکلی همراه با همسرم و 2 فرزند دختر دارم زیر 12 سال بیام امریکا به صورت قانونی. مرسی، از تلویزیون جواب رو دریافت کنید. متشکرم از تماس شما. متشکرم. شما میتونید از طریق همون ویزای E2 که ویزای به هر حال در شروع 2 ساله هست تشریف بیارید با همه افراد خانواده. شما با همسرتون اجازه کار خواهید داشت و سوشال سکیوریتی نامبر خواهید داشت و مثل همه کسان دیگری که قانونا زندگی میکنن در آمریکا میتونید زندگی
فامیلیتون رو داشته باشید. بچه ها میتونن اجازه دارن که برن مدرسه. و در مورد رقم 400,000 که شما فرمودید، ویزای E2 میگه مبلغ قابل توجه، لزوما نباید مبلغ خاصی باشه، بنابراین بستگی به اون کسب و کاری داره که شما بخواید اینجا انجام بدید یا بیزنسی رو بخرید. بنابراین شاید بتونید شما $150,000 تا $200,000 سرمایه گذاری بکنید و بعد بقیه رو خب برای امرار معاشتون و ستل شدن و به اصطلاح زندگیتون رو راه انداختن در آمریکا استفاده بکنید. طبیعتا اگر که به 500 برسه این سرمایه گذاریتون، اگر قصد دارید واقعا مهاجرت بکنید، خب میتونید که اقدام بکنید و یه بیزنسی رو بخرید و همه خانواده 4 نفر گرین کارت بگیرید. ولی خب باید دید شرایط به چه صورتی هست. اگر قرار باشه همه زندگی رو آدم بده فقط برای گرفتن گرین کارت، بعداً ممکنه که مشکل داشته باشه برای ادامه زندگی. بله، سپاسگزار از توضیحتون. و به هر حال شامل حاله EB5 این نمیشه چون اون سقفش $500,000 بلکه E2 هست که ویزای سرمایه گذاریه که مهم رسیدن به آمریکاست دیگه. بعد خیلی تدابیری میشه به وجود آورد برای اینکه شما بتونید کارهای دیگری انجام بدید و بتونید گرین کارت بگیرید. و اگر موافق باشید بریم به خط دیگری بپردازیم. جانم بیننده عزیز بفرمایید. منتظرم با آقای دکتر اسلامی صحبت. بفرمایید. میشنوم. بفرمایید. صدای شما رو میشنوم. بخواستم با آقای دکتر اسلامی صحبت. بله، کاش صدای تلویزیونتون رو کم بکنید و سوالتون هم سریع بفرمایید. صدای شما رو میشنوم. بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام عرض کردم آقای دکتر. سلام بابا. من یه سوال راجع به سیتیزنشیپ داشتم. من سال 2006 گرین کارت دارم و تا الان 7 سال ازش میگذره. الانم امریکا هستم. توی این مدت 32 ماه امریکا بودم، ولی توی این مدت 7 سال من 11 ماه به فرض ایران بودم، 1 ماه آمریکا، یا به عکسش 11 ماه امریکا بودم، 1 ماه ایران بودم. خواستم ببینم این چه حالتی، میتونم تقاضای سیتیزنشیپ بکنم یا نه؟ بله. مرسی. سوالی دارین دکتر؟ نه متشکرم. از تلویزیون جواب رو دریافت کنید. سپاسگزار از شما. خدا. طرزی که اداره نگاه میکنه به یه همچین تقاضایی برای تابعیت، مثلا اون روزی که شما میاد تقاضانامه‌تون رو فایل میکنید 5 سال میره اداره به عقب و اصطلاحاً بهش میگن statutory period، یه فاصله قانونی هست. توی 5 سال همه چی باید مرتب باشه، از جمله اون مسئله رزیدنسی شما که رعایت شده باشه و تداومش در واقع نقض نشده باشه. بنابراین برای اینکه شما بخواید دقیقاً بدونید که چیکار باید بکنید، کاری که ما توی دفتر انجام میدیم مرتب اینه که فرض میکنیم فردا میخوایم ما این اپلیکیشن رو تحویل اداره بدیم، 5 سال میریم به عقب و شروع میکنیم به شمردن تعداد روزها. و برای اینکه شما گفتید که 11 ماه در ایران بودید، ممکنه که این 11 ماه 8 ماهش مال 6 سال قبل بوده باشه، چون شما 7 سال گرین کارت دارید. بنابراین تو اون 5 سال هست که باید به این قضیه نگاه کرد. و گفتید 32 ماه در آمریکا بودید، بنابراین شما توی 5 سال فقط 30 ماه رو لازم دارید. بنابراین 30 ماه 2 سال و نیم یا 900 روز شما باید که فیزیکلی در آمریکا بوده باشید. بنابراین باید ببینید که این قضیه چجوری کار میکنه. احتمال زیادی هستش که شما واجد شرایط باشید. بله. و اما دوستانی هستن که به دلیلی یا به دلایلی مشکل سیتیزنشیپ پیدا کردن که سپاسگزار میشم لطف کنید بگید که به اون دوستان هم شما میتونید کمک بکنید دکتر اسلامی؟ بله، تحت شرایطی حداقل ببینیم مسئله چی هست. اگه مشکلی هست، به عنوان مثال بهتر اولا قبل از اینکه تقاضاتون رو فایل بکنید، اگر احساس میکنید که ممکنه مسائلی باشه که مشکلی براتون ایجاد بکنه، بهتره بهش توجه داشته باشید و حداقل تقاضایی رو ارائه ندید که بعداً بخواد به صورت واضحی دینای بشه و پول فایلینگ فیتون حداقل از بین بره. به عنوان مثال اگه کسانی هستن که فاصله 18 تا 26 سالگی در آمریکا بودن، برای سربازی اصلا نوشتن و الان بخوان اقدام بکنن، نمیتونن سیتیزن بشن تا سن 32 سالگی. بنابراین شما 27 سالگی، 28، 29 هر موقعی که این تقاضا رو بدید، احتمالش تقریبا میشه گفت 99% یا 100% هست که
نتونید سیتیزنشیپ رو بگیرید، مگر اینکه یه شرایط خاصی باشه. به عنوان مثال شخص، البته این حالتهای خیلی استثنایی که تو قانون هست، حالا مثلا فرض کنید شرایط روحیش اجازه نمیداده یا در بیمارستان روحی مثلا امراض روحی بستری بوده باشه، تحت یه شرایط خیلی خاصی ممکنه که این استثنا وجود داشته باشه. اینه که گفتم 99% 1% بر اون قضیه. دیگه داشتن جرائم، سابقه جنایی، اینا میتونه مسئله باشه. به خصوص بعضی جرائم هستش که از نظر اداره مهاجرت خیلی اهمیت داره. معمولا جرائمی که مربوط به مواد مخدر میشه، مربوط به داشتن اسلحه یا استفاده نامناسب از اسلحه و همینطور اعمال خشونت‌آمیز در خانواده، اینا مسائلی هستش که میتونه که حتی باعث بشه شخص هیچ وقت سیتیزن نشه. تحت شرایط دیگه اگه مسائل فرض کنید سرقت از فروشگاه باشه، این ممکنه که قابل چشم‌پوشی باشه از نظر اداره مهاجرت و از نظر اون چشم اون مأموری که داره مصاحبه رو انجام میده. بنابراین باید همه این مسائل رو بهش توجه داشت. خیلی وقتا شخص ممکنه که در حال مستی رانندگی کرده، اگر که به عنوان مثال شخص اصطلاحاً روی پروبیشن هست، شما روزی که میرید برای مصاحبه نمیتونید روی پروبیشن باشید. بنابراین یا اینه که کاری که ما انجام میدیم اون پروبیشن رو میریم قطع میکنیم. معمولا ممکنه 2 سال یا 3 سال قاضی به شخص پروبیشن داده باشه. بنابراین میشه اون رو قطع کرد که حالا چه روزی که داره پرونده تشکیل میشه یا روزی که حداقل شخص داره برای مصاحبه میره دیگه روی پروبیشن نباشه. چرا؟ برای اینکه تا وقتی که شخص روی پروبیشن هست هر موقع میتونه نقض بشه اون پروبیشنش و اون 2 سال یا اون 3 سال دوباره از نو شروع بشه. ما داشتیم مواردی که شخص پروبیشنش تازه تموم شده اقدام کردیم و بعدیشون دوباره ای بابا در حال دست از پا خطا کرد. و یه نکته دیگه این که توجه داشته باشید، معمولا اصطلاح DUI یا Driving Under the Influence همیشه این تصور هستش که رانندگی، به فارسی همیشه ما میگیم رانندگی در حال مستی و مستی شاید منظور استفاده از مشروبات الکلی باشه. نه، اگر شما دوای مثلا برای افسردگی میخورید یا قرص خواب مصرف میکنید و باز ممکنه که پلیس شما رو متوقف بکنه و مست قرص باشین تست انجام بده، باز همون مسئله DUI هست و به همون شدت ممکنه که مجازاتی داشته باشی که عواقبی داشته باشه برای گرفتن گرین کارت یا برای تابعیتتون. سپاسگزار. و اما در برنامه گذشته مطلبی رو مطرح کردیم که اجازه میخوام از دکتر اسلامی در این برنامه هم یادآور بشم. دوستانی هستن سالها کارشون به تعویق افتاده و کیسایی دارن که سالیانی است منتظرن و واقعا نمیدونن چه خواهد شد، جوابی نیومده از اداره مهاجرت، نگران هستن. شما میتونید مراجعه بکنید، کیستون رو در واقع به کسی سپردید، حالا به هر دلیلی از پرفورمنس اون شخص راضی نیستید، میتونید در واقع یک نظرخواهی بکنید، یک پرسشی بکنید و این امکان وجود داره که با دفاتر آقای دکتر خسرو اسلامی تماس بگیرید و ایشون یک بازبینی دوباره داشته باشن و همکاری با شما بکنن. پیشنهاد میکنم با شماره 818 883 5510 و 310 441 5510 با دفاتر ایشون در ولی و لس آنجلس تماس بگیرید. وقتمون کوتاه، اگر اجازه بدید به یکی دیگه از خطوط بپردازیم. همه خط‌ها روشن انشالله بشه بعد از برنامه هم پاسخگو باشن. جانم بفرمایید. با آقای اسلامی میخواستم صحبت. بله وقت کوتاه ولی سریع سوال رو بفرمایید خانم. حتما. مرسی. جانم. الو. جانم. بفرمایید سوالتون رو. من میخواستم که با دکتر خسرو اسلامی صحبت کنم. بله. سوالم رو باید همه الان بگم بهتون. بله بفرمایید. عزیزم من میخواستم، خودم سیتیزن هستم، میخواستم برای پسر برادرم به عنوان فرزندخواندگی اپلای کنم. بله. میشه آقای دکتر من راهنمایی کنم؟ بله عزیزم، من سریعا میگم جواب از تلویزیون جواب رو دریافت کنید. مرسی از شما خانم. بله، شرط عمده‌اش اینه که اون فرزند
خواندگی رو قبل از سن 16 سالگی انجام بشه. یه موقعی بود که این محدودیت وجود نداشت، در نتیجه مثل هر قانون دیگری خب یه عده ممکن بود استفاده های بکنن که به اون صورت مورد نظر قانونگذار نبوده و سن 18 یا 20 یا هر چی بگن بله ما این شخص رو به فرزندی قبول کردیم. به هر حال الان در حال حاضر سن 16 حد اکثریه که شخصی رو میشه به فرزندی قبول کرد برای اینکه شما بتونید البته ممکنه در هر سنی قبول بکنید، ولی اگر بخواید که برای شخص گرین کارت اقدام بکنید باید که ایشون قبل از 16 سالگی و باید که حتما این به صورت رسمی اتفاق افتاده باشه و مدارک دادگاه لازمه که ما ارائه بدیم به اداره مهاجرت و قانع کننده باشه که بله. یه شرط عمده دیگه‌ای که هست که باز اون هم جزء سختگیری‌هایی که بعداً اضافه شده که اون شخصی که میخواد کسی رو به فرزندی قبول بکنه باید 2 سال با اون شخص زندگی کرده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه یه موقع بود که باز همه میگفتن ما این شخص رو به فرزندی قبول کردیم و اداره زیاد راه چاره‌ای وجود نداشت براش، ولی حالا که این مسئله 2 سال رو گذاشتن قضیه رو خب خیلی سخت کرده. چرا؟ برای اینکه کسی که سیتیزن آمریکا هست اگه اینجا واقعا زندگی میکنن ممکن امکانش نباشه که برن یه کشور دیگری زندگی بکنن که کسی رو بخوان به عنوان فرزندخوانده بیارن بعد 2 سال و البته خب صرفا 2 سال نیست، باید که اون رابطه فرزندی و پدر مادری هم وجود داشته باشه، مدارک لازمه و غیره. ولی خب کسی که سیتیزن آمریکا هست البته این امکان رو داره که بره جای دیگری زندگی بکنه. اگر این شرایط هست بله میشه اقدام بکنید شما. بسیار متشکرم از توضیحتون. خطوط ما همه روشن هست دکتر. من فکر کنم شما اگه 4 ساعت هم برنامه داشته باشید باز ما نمیتونیم پاسخگوی همه عزیزان باشیم و اما دوستان عزیزی که در ایران هستید به صورت رایگان میتونید تماس بگیرید با دفاتر آقای دکتر خسرو اسلامی در ولی و لس آنجلس با شماره‌ای که برای شما گذاشته شده در زیر صفحه 97 11 864. داخلی از شما پرسیده میشه 55 07 و وصل میشید به دفاتر. یادآوری کنم تفاوت ساعت رو در نظر بگیرید که ساعت کاری آمریکا باشه. و اما شماره های دیگر 818 883 5510 و 310 441 5510. شما عزیزانی که در آمریکا هستید به دلیل مشکل قانونی دارید، مشکل گرین کارت دارید، مشکل تابعیت دارید، مشکل سیتیزنشیپ دارید، این امکان وجود داره که آقای دکتر خسرو اسلامی کمکتون بکنن. پروندهتون خیلی طول کشیده، همه اینها امکان پذیره. کافی است که تماس بگیرید و انشالله که کارتون رو بتونن انجام بدن و کارتون درست بشه. سپاسگزار و ممنونتون هستید دکتر و با امید گفتگو سه‌شنبه هفته آینده 12 ظهر به وقت لس آنجلس، 11:30 شب به وقت ایران و همچنین سری برنامه‌هایشون ساعت 7 تا 8 صبح پنجشنبه هم تقدیمتون میشه به وقت لس آنجلس که 6:30 بعد از ظهر ایران میشه. سپاسگزارتون هستم. ممنون از شما بینندگان عزیز و سوالات خوبتون. خدا نگهدار. از شما دعوت می‌کنیم به سری برنامه‌های دکتر خسرو اسلامی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا در خصوص مهاجرت به آمریکا هر سه‌شنبه 12 تا 1 بعد از ظهر و هر پنجشنبه 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس از طریق تلویزیون اندیشه توجه فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر خسرو اسلامی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا در خصوص مهاجرت به آمریکا، اخذ گرین کارت از طریق فامیل، از طریق اجازه کار دائم، نامزدی و ازدواج و از طریق سرمایه گذاری، گرفتن انواع ویزا، ویزای نامزدی، تحصیلی و ویزای تجاری، ویزاهای اقامت دراز مدت از طریق کار و مدرک لیسانس، از طریق سرمایه گذاری کوچک و خرید کسب و تجارت و از طریق کار با ثبت شرکت و مدیریت شعبه یک شرکت خارجی در داخل آمریکا، گرفتن تابعیت آمریکا. دفاتر در وست‌وود و وودلند هیلز. 818 883 5510 310 441 5510.